آزمودن فریدون پسران خود را. چون فریدون از بازگشت پسرانش آگاه شد، خواست تا از دل ایشان آگه شود و ایشان را بیازماید. پس او که جادو می دانست، به سان یک اژدها که شیر هم یارای رهایی از چنگ او را نداشت، جوشان و خروشان آنسان که از دهانش آتش بیرون می آمد، به سر راه پسران شتافت و برابر پسر بزرگترش ایستاد. پسر بزرگتر که او را دید گفت: مرد خردمند با اژدها در نمی آویزد. این بگفت و به شتاب از او بگریخت. آنگاه فریدون در همان نمود اژدها به سوی برادر میانه رفت. پسر میانه چون او را بدید، کمان را به زه کرد و گفت: اگر باید جنگید، چه میان شیر دمنده و مرد جنگی. در همان هنگام پسر کهتر به نزد ایشان رسید و چون اژدها را بدید برخروشید و به او گفت: از پیش ما برو که تو همچون نهنگی هستی که نباید در راه شیران رود. اینک اگر نام شاه آفریدون به گوش تو رسیده است، هرگز بدین سان مکوش، چه ما هر سه پسران اوییم و هر سه جنگاور. پس یا به راه دیگری شو، یا این که به جنگت می شتابم. چون فریدون فرخ سخنان و هنرهای ایشان بشنید و بدید، ناپدید گشت. آنگاه در نمود راستین خود، یعنی به سان پدر ایشان چنان که سزاوار بود، با کوس و پیلان مست و با گرز گاوسار در دست و بزرگان لشکر در پشت سر به پیشواز پسرانش شتافت. پسران که چنین دیدند پیاده گشتند و بر خاک بوسه دادند. فریدون دست ایشان را بگرفت و به اندازه بنواختشان. چون به کاخ رسیدند، فریدون به گوشه‌ای رفت و خدای را سپاس بسیار گفت که هرچه از نیک و بد روزگار دید از او بود. آنگاه سه پسر خود را بخواند و بر تخت نشاند و ایشان را گفت: آن اژدهای دژم که می‌خواست گیتی را با دم خود بسوزاند، من بودم که می‌خواستم شما را بیازمایم و چون آزمودم شاد گشتم. اکنون گاه آن فرا رسید که چنان که بایسته است بر شمایان نامی نهم. پس تو که پسر بزرگتر هستی، نامت سلم باشد که تندرست از چنگ نهنگ بیرون آمدی و در گریز درنگی نکردی و به راستی دلاوری که از پیل و شیر نیندیشد، باید او را به جای دلیر دیوانه خواند. اما پسر میانه را که از همان آغاز دلیری کرد، باید تور نامید که همچون شیر دلیری بود که پیل نیز نتوانست او را به زیر آورد. و پسر کهتر که هم خردمند و هم جنگی، هم با شتاب و هم با درنگ است و هوشیارانه راه میانه را برگزید، ایرج نامش باد که سزاوار اوست. و اکنون زمان آن شد تا نام این پری چهرگان تازی را بگذارم. فریدون زن سلم را آرزو، زن تور را ماه آزاده خوی و زن ایرج را سهی نامید. آنگاه خواست تا اختر ایشان را ببیند و از آینده ایشان آگاه گردد. پس در آنچه که اخترشناسان از آینده سلم و تور و ایرج بدیده و بنوشته بودند نگریست. اختر سلم نشان از برجیس و کمان داشت، اختر تور شیر بود، لیک اختر ایرج خرچنگ بود که نشان از آشوب و جنگ بود. فریدون چون آن بدید اندوهگین گشت و آهی کشید که سپهر را بر ایرج برآشفته و ناسازگار دید.